درود بیننده عزیز، سرخط خبرها از رادیو آزادی. در صدمه نقلیاتی در ناحیه عینی 6 ساکن یک دهه هلاک شدند. پوتین قانونی محروم کردن از حق شهروندی برای تنقیدی ارتش را امضا کرد. در روسیه به ضد بلاگری آذری حسین حسنوف پرونده باز کردند. ترکیه گفت رهبر داعش را در سوریه کشتند. و 6 ساکن یک دهه از شهر پنجکین در یک صدمه نقلیاتی در راه دوشنبه چناق به هلاکت رسیدند. فاجعه بامداد 1 می رخ داده است. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان خبر داده است که راننده اتومبیل استرکس هنگام حرکت از مرکز ناحیه عینی به سمت پنجکین از عهده اداره نقلیات نبرآمده به جری 200 متری سرازیر شده است. خالق نظر جمعه روزنامه‌نگار در صفحه‌اش در فیسبوک نوشته است که قربانیان خویش و تبار و ساکنان دهه ارتوج بودند. او گفته است که 4 نفر دیگر در فلاکت جراحت برداشتند. بنا به گزارش یک شرکت شویتساریایی، یک گروه جاسوسی روسی برای دریافت اطلاعات به شبکه‌های مخابراتی حکومت تاجیکستان از جمله کامپیوترهای وزیر سابق نقلیات و معاون وزیر امور داخلی راه یافتند. شرکت پرادافت گفته است گروه 8 پای کوچمنچی و یا نامادیک اکتاپوس چند سال گذشته به جاسوسی از پای مقامات بلندپایه مشغول بوده است. در گزارش که روز 27 اپریل نشر شده است آمده است که 8 پای کوچمنچی از سال 2020 ظاهراً از طریق یک شرکت تلفنی تاجیکستان به شبکه‌های حکومتی و کامپیوترهای خصوصی راه یافته است. با این گروه میسر شده است به کامپیوترهایی که شاید چند مقام بلندپایه استفاده می‌بردند راه یابد. در فهرستی که در گزارش نشر کردند نام خدایارزاده وزیر سابق نقلیات، سید نقش رحمانزاده معاون وزیر داخلی ذکر شده است. معرکه جاسوسی که گروه 7 پای کوچمنچی به راه انداخته است ظاهراً بومژنی ژوک و سوسک کاغذخور نام داشته است و رخنگران پیوسته نامه‌های الکترونی، سندها، تاریخ مکالمات در پیام‌رسان‌ها را می‌دزدیدند. با گفته متخصصان شرکت پرادافت به 8 پای کوچمنچی میسر شده است از طریق شبکه‌های یک شرکت تلفنی مستقر در تاجیکستان به کامپیوترهای مقامات تاجیکستان راه یابند. رئیس جمهور ولادیمیر پوتین روز جمعه قانون درباره شهروندی را امضا کرد که اجازه می‌دهد آنهایی را که ارتش روسیه را بی‌آبرو می‌کنند از حق شهروندی محروم نمایند. بر اساس این قانون مهاجران یا خارجیان از حق شهروندی محروم می‌شوند، نه آنهایی که در کشور به دنیا آمدند. شهروند آنگاه از پاسپورت روسی محروم می‌شود که دادگاه حکم کند که او ارتش روسیه را بدنام کرده است یا با عمل‌هایش امنیت ملی را زیر خطر گذاشته است. این عملها می توانند دعوت به خللدار کردن تمامیت ارضی روسیه و یا دعوتها به افراطگرایی باشند. عین زمان بر اساس قانون نو شرایط گرفتن شهروندی روسیه را برای 20 گروه خارجیان آسان کردند، از جمله خارجیانی که در هیئت ارتش روسیه و یا دیگر گروه‌های نظامی بر اساس قرارداد 1 سال خدمت می‌کنند به نوبت شهروندی می‌گیرند. هدف این بند قانون را جلب سربازان بیشتر به جنگ در اوکراین ربط دادند. روسیه شب گذشته به اوکراین با 18 موشک ضربه زده است و فرماندهان اوکراینی میگویند که تقریباً همه آنها را در هوا زده نابود کردند. مقیاس تلفات و خرابی حمله‌های شب 1 می حالا معلوم نیست. والری ژالیوزین فرمانده کل نیروهای اوکراین در صفحه‌اش در تلگرام نوشت که موشک‌ها از چندین کارخانه‌های روسیه و ساعت 2:30 شب پرتاب شدند. به نوشته او از میان 18 موشک سیستم دفاع هوایی اوکراین 15 تای آن را محو کرده است. به قول مقامات شهر کیف تمام موشک‌هایی که پایتخت را هدفشان بود از بین برده شدند و بر اساس اطلاع پیشکی هیچ کسی از مردم عادی آسیب ندیده است و یگان بنای استقامتی ویران نشده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرد که نیروهای این کشور ابوالحسین القریشی رهبر گروه دولت اسلامی را کشتند. پرزیدنت ترکیه دیشب به تلویزیون
TRT ترک گفت این فرد روز گذشته در جریان عملیات سازمان استخبارات ملی ترکیه در سوریه کشته شد. منبع‌های امنیتی در سوریه میگویند که این عملیات در شهرک جندریش واقع در شمال سوریه که زیر نظارت گروه‌های شورشگری مورد حمایت ترکیه است رخ داد. داعش در نوامبر سال 2022 پس از کشته شدن رهبر قبلی این گروه در جنوب سوریه القرشی را به عنوان رهبر خود انتخاب کرد. گوسین گسنوف یا حسین حسنوف بلاگری آذری تبار که در تاجیکستان نیز پیرو دارد در روسیه به نسپردن انداز پولشویی و تبلیغ قماربازی متهم شده است. روسکومنادزور خدمات نظارت در بخش علاقه تکنولوژی‌های اطلاعاتی روسیه صحیفه او را در شبکه‌های اجتماعی در روی خط سامانه‌های ممنوع وارد کرده است. رسانه‌های روسی روز 29 اپریل با تکیه بر روسکومنادزور نوشتند که نسبت به حسین حسنوف برای تبلیغ قماربازی پرونده باز شده است. نظر بلاگر به اتهام معلوم نیست ولی خبر در روز نشر شد که حسن حسینوف در تاجیکستان قرار دارد. ظاهرا این بلاگر را اسماعیل محمد ظاهر نبیره امامعلی رحمان به تاجیکستان آورده است. پیشوازی با دبدبه در فرودگاه دوشنبه و ضیافت دادن او در بستانسرای حکومت خشمی مخالفین را در شبکه‌های اجتماعی به بار آورده است. مخالفان امامعلی رحمان را برای استفاده امتیازهای دولتی برای پیشواز گرفتن یک بلاگر تنقید کردند. و قرب اسعار در تاجیکستان بانک ملی تاجیکستان برای روز 1 می قرب 1000 روبل روسی را 137 سامانی، 1 دلار آمریکایی را 10 سامانی و 91 درم و 1 یورو را 11 سامانی و 98 درم مقرر کرده است. معمولا قرب اسعار در بانک‌های تجارتی اندک فرق می‌کند. برنامه اینجا به پایان رسید. ما را در برنامه اخباری آزادی ساعت 18 به وقت دوشنبه و 16 به وقت مسکو انتظار باشید.